سلام دوستان، اشرف هستم، مربی کتابخوانی. امروز در خدمتتون هستم با معرفی کتاب قدرت شروع ناقص نوشته جیمز کلیر. آقای کلیر در این کتاب قرار هست به ما جسارت‌هایی رو یاد بدن تا اینکه بتونیم از مدت زمان محدودی که در این جهان هستی هستیم و زندگی می‌کنیم بهترین و بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم. بریم برای پیشنهادهای آقای کلیر برای بهتر زیستن. اولین پیشنهاد ایشون برای بهتر زیستن مطالعه و خوندن کتاب هست و پیشنهادی که دارن این هست که شما باید یک کتاب رو به گونه‌ای مطالعه کنید و به گونه‌ای درک کرده باشید اون کتاب رو که بتونید اون چه از کتاب فهمیدید رو در یک صفحه بنویسید و به فردی که تا به حال این کتاب رو اصلا نخونده نشون بدید و اون فرد با خوندن اون یک صفحه متوجه بشه کلیات این کتاب چی بوده و این کتاب قرار هست چی رو به ما یاد بده. دومین روش پیشنهادیشون داشتن مغز خلاقه. برای اینکه ما مغز خلاق داشته باشیم باید 5 گام رو برداریم. این 5 گام عبارتند از جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل و موشکافی اطلاعات، فاصله گرفتن از مشکل، تجلی ایده و اصلاح و پختن ایده. یه توضیح خیلی مختصری من در این مورد بدم. زمانی که آقای جیمز کلیر پیشنهاد میکنه که ما بیایم اطلاعات رو موشکافی کنیم یا اطلاعات رو جمع آوری کنیم، این کار باعث میشه که ما رفتار و عکس العمل عجولانه نداشته باشیم. اگر که بتونیم از بالا مشکلمون رو نگاه کنیم، از بالا مسئله‌مون رو نگاه کنیم، این باعث میشه که خلاقیت ما زیاد بشه. ولی زمانی که کاملا با مشکل هم هویت میشیم و یکی میشیم، باعث میشه که یه رفتار شتاب زده‌ای رو داشته باشیم و دیگه اون پختگی که از آقای کلیر نام بردن توی رفتار ما دیگه از اون پختگی خبری نیست. و اما مورد سوم برای بهتر زیستن پیروی از قواعد دومینو هست. قواعد دومینو چی میگه؟ ما با خلق رفتارهای جدید زنجیره از عادات و رفتارهای خوب رو میسازیم که اینها به شکلگیری یک عمل موفق منجر میشه. پس ما یاد میگیریم رفتارهای جدید و عادات خوب رو و شروع میکنیم از اونها تبعیت کردن. برای که این کار رو بتونیم به راحتی انجام بدیم باید با کارهایی شروع کنیم که بیشترین انگیزه رو برای انجام دادن اون کارها داریم. و مورد بعدی حواسمون باشه خیلی آهسته پیش بریم، خیلی عجله‌ای برای این انجام این کارها نیست. اگر که بخوایم از همون ابتدا قدم‌های خیلی بزرگ برداریم، اهداف خیلی سنگین برای خودمون مشخص کنیم، احتمال موفق نشدنمون خیلی زیاده و هر باری که ما در برنامه‌ریزی هامون شکست می‌خوریم، در واقع به خودمون کمک کردیم که یک گام اعتماد به نفسمون رو به عقب برگردونیم و پایین بیاریم. برای همین همیشه از گام‌های کوچیک شروع می‌کنیم و بلا فاصله بعد از انجام یک فعالیت میریم به سراغ فعالیت بعدی. یادمون باشه جوری رفتار کنیم که یک موفقیت آخرین موفقیت ما نباشه. و روش چهارمی که آقای کلیر پیشنهاد میکنن روش آیویلی هست. روش آیویلی چی میگه؟ میگه شما بیاین در پایان هر روز 6 فعالیت مهم رو برای روز بعدتون بنویسید و این 6 فعالیت رو بر اساس زندگی خودتون اولویت بندی کنید. با شروع روز برید به سراغ اولین گزینه‌ای که نوشتین و تا زمانی که اولین گزینه رو تمام نکردید وارد گزینه دوم نشید. گزینه دوم به همین شکل، گزینه سوم به همین شکل و اگر که پایان روز شد و شما گزینه‌ای رو انجام ندادید اون رو در ابتدای لیست روز بعدتون بنویسین و بعد انشاءالله دو برای روز بعد به همون ترتیب 6 فعالیت رو برنامه‌ریزی کنید. خب تا اینجا 4 روش رو یاد گرفتیم که هر کدوم از اونها میتونه بسیار بسیار به ما کمک کنه به شرطی که قدم به قدم با این گام ها پیش بریم. هممون میدونیم خوندن و گوش کردن به این وایس ها و دیدن این کلیپ ها قرار نیست کوچکترین تغییری در زندگی ما به وجود بیاره. مهمترین و اصلی ترین کار عمل کردن به اونهاست، هرچند عمل کردنمون هم با گام های کوچیک باشه. حالا با این پیشنهادی که داشتم میریم سراغ گزینه 5. در گزینه 5 آقای جیمز کلیر پیشنهاد میکنن افسانه چند وظیفگی رو از سرتون بیرون کنید. شاید
آقای کلیر بیشترین خطابش اینجا به خانم ها باشه که واقعا این بحث چند وظیفگی رو خیلی دارن و خیلی هم گاهی اوقات به اون افتخار میکنن که من میتونم همزمان چند تا کار رو با هم انجام بدم، در حالی که ایشون نظرشون این هست که چند وظیفگی باعث میشه که ما به طور مرتب از این شاخه به اون شاخه بپریم و در واقع باید بیایم تاوان فکری اون رو بپردازیم. تاوان فکری یعنی چی؟ یعنی ما برای تمام این کارهایی که داریم با هم انجام میدیم انرژی مضاعف داریم مصرف میکنیم، در حالی که انرژی ما محدوده و هر چقدر که این انرژی رو بیشتر مصرف کنیم قطعا برای کارهای مهم بعدیمون انرژی کمتری داریم که در روانشناسی به این میگن هزینه سویچینگ. و اما پیشنهاد ششم، به مشغولیت‌های زندگی نه بگویید و به تعهدهای زندگی آری بگویید. در طول روز چقدر وقتمون رو مشغول میشیم به کارهایی که هیچ ارتباطی به اهداف ما نداره. به اینها میگیم مشغولیت‌های ذهنی. تا جایی که امکان داره به این مشغولیت‌های ذهنی نبگیم و رفتارهایی رو انجام بدیم، گامهایی رو برداریم که بتونه ما رو به اهدافمون نزدیک کنه و ما در واقع به این گامها و به این اقدامها قرار هست متعهد باشیم. پس متعهد میمونیم و به اونها بله میگیم. خب مورد هفتم رو هم بگیم. در مورد هفتم یا در پیشنهاد هفتم آقای کلیر میگن تمرکزمون رو به حد اکثر برسونیم و بر اولویت‌هایمان تسلط یابیم. برای این کار راهبردی که پیشنهاد میکنن راهبرد 2 لیست است از جناب آقای وارن بافت. آقای وارن بافت یک سرمایه گذار بسیار موفق قرن 20 هستند که برای رهبری زمان یک راهبرد 3 مرحله‌ای دارند. حالا راهبرد 3 مرحله‌ای آقای وارن بافت که آقای جیمز کلیر پیشنهاد میکنه اون چی هست؟ 3 مرحله هست. مرحله اول 25 هدف مهم زندگیتون رو بنویسید. این میشه یک لیست. درست شد؟ بعد بیاین از بین این 25 هدفی که نوشتید 5 تا هدف خیلی مهمتون رو انتخاب کنید، دور اونها خط بکشید. پس ما در اینجا 2 لیست داریم و به همین دلیل هم هست که اسم این رو گذاشتن در واقع راهبرد 2 لیست. حالا تمام انرژیمون رو، وقتمون رو، تمرکزمون رو میذاریم روی اون لیست 5 هدف و اون یکی لیست رو میذاریم کنار تا زمانی که بتونیم برای اون 5 هدفمون کارهای لازم رو انجام بدیم و به اونها برسیم. اگر که این کار رو انجام دادیم میریم سراغ لیستمون و بعد 2 مرتبه شروع میکنیم 5 هدف بعدی رو انتخاب کردن و باز هم همین کار رو ادامه میدیم. پس مهمترین لیست ما میشه اون لیست 5 هدف که باید برای اون سریع اقدام کنیم. و مرحله 8 یا گام 8. گام 8 قوانین نیوتن. قوانین نیوتن رو عزیزانی که فیزیک خونده باشن خیلی خوب میشناسن و این قوانین کاملا براشون آشناست. آقای کلیر اومدن از این قوانین نیوتن هم کمک گرفتن برای اجرای بهتر کارها. قوانین نیوتن 3 تا قانون هست دیگه، درسته؟ قانون اولش میگه اجسام در حال حرکت تمایل دارن به حرکت خودشون ادامه بدن. راهی پیدا کنیم که در کمتر از 2 دقیقه گام اول رو برای فعالیت خودمون برداریم. پس اینجا دیگه خیلی مکس جایز نیست. زمانی که تصمیم میگیریم، متعهد میشیم کاری رو انجام بدیم، در کمتر از 2 دقیقه باید گام اول رو براش برداریم. قانون دوم نیوتن. علاوه بر حجم کار مهمه که ما برای کارهای درست انرژیمون رو مصرف کنیم. ما یادمون باشه دوستان نیروی محدودی داریم، زمان محدودی داریم. بیایم از این نیرو و زمان محدودمون رو دقت کنیم که از اینها برای چه کارهایی داریم استفاده میکنیم. و قانون سوم نیوتن، بهره‌وری شما حاصل توازن میان نیروهای مخالف است. برای اینکه ما بهره‌وری بیشتری داشته باشیم 2 تا راهکار داریم. یا اینکه باید بیایم با موانع بجنگیم یا اینکه نیروهای مخالف رو حذف کنیم.
عزیزان اگر که یه مقدار اهل مطالعه باشن و یه مقدار روی سطح آگاهیشون کار کرده باشن، میدونن که جنگیدن هیچ نتیجه‌ای نداره، چرا که تمام این جنگیدن ها جنگیدن با ذهن هست و جنگیدن با ذهن قطعا نتیجهش به ضرر من هست. پس من میام مورد دوم رو انتخاب میکنم، نیروهای مخالف رو حذف میکنم. هم زمان کمتری میبره، هم انرژی کمتری. قانون نهم. در قانون نهم چی میگه؟ معمولا ما روزهای پرهیاهو و فعالیت‌های خیلی زیادی رو در طول روز داریم به دلیل شرایطی که هممون در اون داریم زندگی میکنیم. آقای جیمز کلیر پیشنهاد میکنه قبل از این که بیاد اون روز پرهیاهوتون شروع بشه، یک زمانی رو روی خودتون سرمایه گذاری کنید. حالا این زمان میتونه خیلی خیلی کوتاه باشه، میتونه مطالعه قسمتی از یک کتابی باشه که ما اون کتاب رو خیلی دوست داریم، میتونه یه مراقبه باشه، میتونه یه تمرین ذهن آگاهی باشه، میتونه چند تا حرکت ورزشی باشه. به هر حال قبل از اینکه روزمون رو شروع کنیم، آغاز روزمون با یک فعالیت خیلی کوتاهی باشه که در واقع اون هم خیلی دوست داشته باشیم و هم اون بتونه به ما کمک کنه که روز بهتری رو انشاءالله بتونیم بگذرونیم. و این کار حتما باید استمرار داشته باشه. اگر که من به عنوان مثال انتخاب میکنم که امروز 5 صفحه مطالعه کنم، این 5 صفحه مطالعه من باید هر روز استمرار داشته باشه در شروع روز و نگاه میکنم میبینم پایان روز یک کتاب 150 صفحه‌ای رو تمام کردم. یا اینکه ورزش رو انتخاب میکنید، هر کاری رو که انتخاب میکنید مهم استمرار اون کار هست تا انشاءالله نتیجه‌ای که باید داشته باشه رو داشته باشه. و ما پیشنهاد دهم آقای کلیر که در واقع ادامه پیشنهاد نهم هست و باز هم روی بحث استمرار خیلی خیلی تاکید دارن. بهره‌وری یعنی کارهای مستمر را انجام دهیم. مهم نیست روی چه چیزی کار میکنیم. چرا؟ برای اینکه چیزهای واقعا مهم تعدادشان کم است. همیشه مطمئن باشید که در حال انجام کار مهمی هستید و این در واقع برمیگرده به همون 2 پیشنهاد قبلشون که به مشغولیت ها نبگیم. همیشه مطمئن باشید که کار مهمی رو در حال انجام دادنش هستید. ذهن انسان از پروژه های نیمه تمام بیزاره و کارهای نیمه تمام بسیار میتونن برای ما تنش و استرس ایجاد کنن. پس حواسمون باشه اگر کار نیمه تمامی داریم که به هدفمون مربوط میشه تمامش کنیم و اگر کار نیمه تمامی هست که فقط یک مشغولیت ذهنی هست کلاً بذاریمش کنار و دیگه اجازه ندیم که ذهنمون درگیر این قضیه باشه. خب دوستان، 10 پیشنهاد آقای کلیر تمام شد. نظرتون چیه؟ الان چقدر آماده هستید که شروع کنید از گام اول این گام ها رو یکی یکی برداشتن و انجام دادن؟ چرا قرار شد این کارها رو انجام بدیم؟ برای اینکه بتونیم بیشترین بهره‌وری رو از روزهای محدود عمرمون داشته باشیم. امیدوارم شما هم مثل من این کتاب رو خیلی دوست داشته باشید، خیلی علاقه‌مند باشید، مطالعهش کنید و انشاءالله بهترین استفاده رو ازش ببرید. در ادامه کار آقای کلیر میان جعبه آیزنهاور رو معرفی میکنن. این جعبه عزیزانی که کتاب 7 عادت مردمان مؤثر رو هم خونده باشن کاملا با این جعبه آشنا هستن. بسیار بسیار مهمه که میان تمام کارهای ما رو در 4 گروه قرار میدن. گروه اول کارهای فوری و مهم، کارهایی که همین الان باید انجام بشه. برای شما یه مسیجی میاد که اگر که تا ساعت چند قبض موبایلتون رو پرداخت نکنید موبایلتون یک طرفه میشه. کاری هست که الان باید انجام بشه. خدای نکرده دارید میرید زمین میخورید، احساس میکنید پاتون ورم کرده، میشه یک کار فوری و مهم. الان باید برید اورژانس و در واقع معاینه بشید ببینید چه اتفاقی افتاده. پس یه سری از کارهای ما کارهای فوری و مهم هستند. دسته دوم کارها فوری و غیر مهم هستند. کارهایی هستند که باید فوری انجام بشن ولی به اون صورت مهم نیستن. این کارها جز اون دسته کارهایی هستند که ما میتونیم خیلی راحت از دیگران کمک بخوایم و ازشون بخوایم که این کارها رو برای ما انجام بدن. به یه شرط، اگر آدمی هستی که خیلی کنترل کننده ای و وقتی کاری هم به کسی میسپاری میخوای 10 بار بهش زنگ بزنی که چی شد، چی کار کردی، نه چرا اینجوری، نه چرا اونجوری،
اصلا این کار بهش پیشنهاد میکنم این کار رو اصلا انجام نده. تفویض اختیار یعنی که شما بیایید کار رو به شخصی بسپارید که میدونید از عهده انجام اون کار برمیاد و رها کنید، اجازه بدید که خودش کارش رو انجام بده. پس ما از تفویض اختیار میتونیم استفاده کنیم برای کارهای فوری و غیر مهم. دسته سوم کارهای غیر فوری ولی مهم هستند. غیر فوری و مهم، این مهمترین کارهای ما در زندگی دوستان عزیز، کارهای غیر فوری و مهم هستند. چه کارهایی؟ کارهایی که ما باید برای انجام شدن اونها در آینده برنامه ریزی کنیم. شما یک هدفی رو برای خودتون تعیین میکنید، این هدف برای شما خیلی مهمه ولی ضرورتی نداره که از همین لحظه بلافاصله شروع کنید کاری انجام دادن. شاید نیاز باشه یه سری پیش زمینه هایی رو انجام بدید، براش داشته باشید و از 1 ماه دیگه بخواید شروع کنید. شما برای 10 سال بعدتون باید یه برنامه ریزی داشته باشید ولی قرار نیست از همین الان این کار رو انجامش بدید، در حالی که کار خیلی مهمیه. مطالعه کردن، داشتن برنامه در زندگی، همه اینها میشه کارهای مهم ولی غیر فوری. روی این قسمت لطفاً خیلی خیلی تمرکز کنید و وقت بذارید. و دسته چهارم که شاید بعضی از ما خیلی برای اون وقت میذاریم، کارهایی که نه مهمن و نه فورین. هر کدومتون لطفاً برای چند ثانیه فکر کنید ببینید در طول روز چقدر وقت میذارید برای کارهایی که نه فورین و نه مهم. تلفن‌های زیادی که میزنیم، زمانهایی که توی فضاهای مجازی همینجور میچرخیم ببینیم کجا چه خبره، زمانهایی که نیاز به خواب نداریم و میخوابیم، زمانهایی که همینجور میشینیم تلویزیون رو فقط کانال عوض میکنیم ببینیم کجا چه خبره، حوصله‌مون سر میره پا میشیم بریم پاساژ گردی میکنیم و همه این کارها. درست شد؟ کارهای غیر فوری و غیر مهم کارهایی هستند که به نفعمونه از همین الان برای حذف اونها برنامه ریزی کنیم. تفاوت مهم و فوری چیه دوستان؟ فوری یعنی باید سریع انجام بشه، اصلا نباید لحظه ای رو ما از دست بدیم، سریع باید بریم و انجامش بدیم. ولی مهم کارهایی هستند که به پیشبرد ارزش‌ها، اهداف و در واقع اون برنامه ریزی های بلند مدت ما کمک میکنن. پس هر دوتای اینها مهمن ولی باید ببینیم که الان و در این لحظه اولویت با کدوم هست. خب بعد از جعبه آیزنهاور میریم به سراغ این که ببینیم چه چیزی بهینه و چه چیزی لازم است. اگر که از خودتون بیش از اندازه توقع داشته باشید باید هر کاری رو به سختی شروع کنید و یا حتی خیلی از مواقع ترجیح میدید که اصلا شروع نکنید. پس اولین کاری که ما میکنیم میایم توقع خودمون رو با توجه به توانایی‌های خودمون در واقع در نظر انتظاراتمون رو بر اساس توانایی‌های خودمون برنامه ریزی میکنیم. من چه توانمندی‌هایی دارم، چه توانایی‌هایی دارم و بعد میام توقعاتم رو از خودم مینویسم یا حالا در واقع در نظر میگیرم. این مهمترین قسمتی هست که در این زمینه ما باید انجام بدیم. در مرحله دوم لطفاً به سادگی فکر کنید. کارها رو ساده انجام بدید. سختگیری‌های زیاد معمولاً مانع از انجام کارها میشه. هر چقدر ساده تر شروع کنیم به پیشرفت کارمون کمک زیادی کردیم و از گام‌های کوچیک شروع کنیم. در کتاب عادت‌های اتمی به این کارهای کوچیک میگه اقدامک. اون که در واقع کوچیک کردن کار که میاد در ادامه کلمه اقدامک ذهن ما رو در واقع آماده میکنه برای که قرار من یه کار کوچیک انجام بدم. اگه قرار من به خودم بگم که من از فردا میخوام نیم ساعت پیاده روی کنم، بیام بگم من از فردا میخوام 5 دقیقه پیاده روی کنم. 5 دقیقه پیاده روی رو ذهن من راحت تر میپذیره. ولی معمولا وقتی که من رفتم لباس پوشیدم رفتم 5 دقیقه پیاده روی رو کردم ادامه میدم. خیلی کم پیش میاد که تمام این مقدمه ها رو انجام بدم بعد از 5 دقیقه بگم نه 5 دقیقه من تمام شد و برگردم.
ولی وقتی که ذهنمون برای یک اقدامک خودش رو آماده میکنه، معمولا همراهیش و همکاریش با ما خیلی خیلی خوب و عالیه. و مورد بعدی، شروع ناقص رو همیشه میشه بهبود داد، اما اگر که ما وسواس داشته باشیم در مورد اینکه بخوایم به بهترین شکل ممکن و بالاترین سطح ممکن اون کار رو انجام بدیم، معمولا این طرز فکر ما رو به جایی نمیرسونه. کاملترین برنامه هرگز به خودی خود شما را به جایی نمیرساند. لطفاً این جمله را یک بار خودتون با خودتون تکرار کنید. کاملترین برنامه هرگز به خودی خود شما را به جایی نمیرساند. گام هایی که برمیداریم ما را به جایی میرسونه، نه یک برنامه ریزی کامل و بدون نقص. درست شد؟ خب اگر بچه من خواهش میکنم به این قسمت خیلی خوب گوش بدید. اول ببینید چند سالتونه، سن خودتون رو در نظر بگیرید، راحت هم باشید. هیچ کس قرار نیست از شما بپرسه چند سالتونه، فقط خودتون قراره فکر نیازی هم نیست، قراره که به خودتون یادآوری کنید که الان چند سالتونه. یادتون اومد؟ خب حالا اگر که میانگین سن امید به زندگی 86 سال باشه و یک فرد 18 ساله برای خودش بخواد هدف و برنامه زندگیش رو مشخص کرده باشه، در واقع این فرد 25,000 صبح در اختیار داره. خیلی جالبه. حالا ببینید منی که مثلا 53 سالمه تا 86 سالگی چقدر فرصت دارم و چند تا صبح دیگر رو در اختیار دارم. شمایی که 30 سالته چند تا صبح دیگه در اختیار داری. این صبح‌هایی رو که در اختیار داریم در نظر بگیریم و بعد بیایم 8 راه رو که آقای جیمز کلیر پیشنهاد میکنه که از این تعداد صبح‌هایی که در اختیار داریم بیشترین استفاده رو بکنیم، این 8 کار رو به کار بگیریم تا انشاءالله بتونیم از صبح‌های باقی مانده عمرمون به شرط اینکه به سن 86 سالگی برسیم که انشاءالله همتون خیلی خیلی بیشتر از این صبح در اختیار داشته باشید، بیشترین بهره‌وری رو داشته باشید. اولین کار اینه که انرژی خودتون رو مدیریت کنید، نه زمانتون رو. این که من بیام بگم از ساعت 8 تا 10 این کار رو میکنم، 10 تا 12 این کار رو میکنم، 12 تا 2، این برنامه ریزی ها هممون امتحان کردیم، معمولا خیلی کوتاه مدت هستن، خیلی زود ذهن رو خسته میکنن و معمولا هم رها میشن. بیام در طول روز انرژیم رو مدیریت کنم، از آغاز صبح انرژیم رو بذارم برای مهمترین کارهایی که باید انجام بدم که قبل از این در موردش صحبت کردم. و پیشنهاد دوم، از شب قبل خودتون رو برای فردا آماده کنید که اون هم گفتیم که اون 5 گام رو بنویسیم، 6 گام عذر میخوام. و گزینه سوم، برای اینکه صبح خوبی رو آغاز کنیم و روز پرباری داشته باشیم، در ابتدای صبح گوشی رو خاموش کنید و اون رو در اتاق دیگه قرار بدید. بر اساس اینکه چقدر به گوشی معتاد هستید و چقدر عادت دارید که صبحتون رو با روشن کردن گوشی آغاز کنید، یه تایمی رو برای خودتون در نظر بگیرید، اقدامک از 5 دقیقه از 10 دقیقه شروع کنید و انشاءالله این تایم رو تا جایی که براتون امکان داره افزایش بدید. و گزینه بعدی، محل کارتون خنک باشه. معمولا جاهایی که خیلی گرم باشه تمرکز ما رو خیلی کم میکنه. هر چقدر هوا خنک‌تر باشه تمرکز ما روی کاری که انجام میدیم بیشتره. و مورد پنجم، اگر که کار شما به صورتی هست که مجبورید یه تایم خیلی طولانی رو بشینید، کارمند هستید، نمیدونم معلم هستید، خیاط هستید، شغلی دارید که مجبورید یه تایم خیلی زیادی رو بشینید پشت میز و کار انجام بدید، حتما بعد از یه تایم 25 دقیقه نیم ساعته بلند شید، یه چند تا حرکت کششی در حدی که فضا و اون شرایط به شما اجازه میده انجام بدید، یا چند قدم راه برید و دوباره بشینید و کارتون رو ادامه بدید. و مورد آخر، روزتان را با پیش برنامه آغاز کنید که این رو هم در موردش صحبت کردیم. خب چند تا صبح در اختیار دارید؟
انشالله که صبحای خیلی زیادی باشه و بهترین بهره‌وری رو هم ازش داشته باشید. و اما بریم در ادامه ببینیم که آقای جیمز کلیر میره به سراغ کاربردهایی برای رهبری زمان. کلمه مدیریت زمان رو دوستان عزیز از دایره لغاتتون حذف کنید و رهبری زمان رو انتخاب کنیم و جایگزین کنیم. در واقع مدیریت برای اون مواردی هست که در دست ماست. زمان در دست ما نیست. ما 24 ساعت در شبانه روز وقت داریم و به هیچ عنوان نمیتونیم نه اون رو کم کنیم نه زیاد کنیم. پس ما نمیتونیم بیایم بگیم ما قراره بیایم زمانمون رو مدیریت کنیم. ما زمانمون رو باید رهبری کنیم. 3 روشی که میتونه در رهبری زمان به ما کمک کنه. یکی این که بیایم کارهای نصف نیمه رو حذف کنیم و عمیق‌تر تمرکز کنیم. در موردش صحبت کردیم. یه سری کارهای نصف نیمه رو کلاً باید حذف کنیم، یه سریش هم نیازه که واقعاً عمیق‌تر بهش فکر کنیم و اونها رو به اتمام برسونیم. مورد دوم، مهمترین کار رو قبل از هر چیز انجام بدید. بچه‌ها دقت کردید؟ دوستان عزیز، دقت کردید این جمله رو آقای کلیر چند بار از ابتدای کار تا الان به کار بردن؟ مهمترین کارها رو قبل از کارهای دیگه انجام بدید. قطعاً این گزینه خیلی مهمی هست که بارها و بارها در این کتاب تکرار شده و به اون اشاره شده. و مورد سوم، به برنامه بچسبید. برنامه رو که نوشتید کاملا بهش متعهد بشید و بدون اینکه به دستاوردهای اون توجه کنید. چرا؟ برای اینکه ما اون برنامه رو کاملا اومدیم براش برنامه ریزی کردیم، 5 تا هدف اصلیمون رو مشخص کردیم، برای اون 5 هدف مهممون داریم گام برمیداریم. حالا قرار نیست هر گامی که برمیداریم ببینم دستاورد من چی بوده، گام دوم دستاورد من چی بوده. اگر بخوایم به دستاورد بچسبیم مطمئناً بعد از 1-2 تا دستاورد خسته میشیم و رها میکنیم. در حالی که ما متعهدانه به پیش میریم، این باعث میشه که ما عادتهای خوب بسازیم و همونجوری که در ابتدای کار اشاره کردیم، عادتهای خوب باعث رفتار خوب میشه و رفتار خوب باعث یک زندگی میشه که بهره‌وری از اون خیلی خیلی زیاد و عالی هست. و اما یکی از مشکلاتی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم این هست که معمولاً برنامه ها رو می نویسیم، اهدافمون رو مشخص می کنیم، تصمیماتمون رو می گیریم، ولی خسته میشیم. بعد از یه مدتی، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه خسته میشیم و رها میکنیم و یه کار نیمه تمام دیگه به کارهای خودمون اضافه میکنیم که گفتیم ذهنمون خیلی از این موضوع بدش میاد و تمرکز ما رو خیلی کم میکنیم. حالا برای اینکه بیایم ارادهمون رو در واقع تقویت کنیم، قدرت ارادهمون رو تقویت کنیم و بر این خستگی تصمیم گیری غلبه کنیم، برای این موضوع هم آقای جیمز کلیر پیشنهاد دارن. پیشنهادشون چیه؟ یکی این که هر شب تصمیم‌های روز بعد رو برنامه ریزی کنید که این هم برای 3مین باره که داره تکرار میشه. مهمترین کارها را اول انجام دهید. نیاز به هیچ توضیح دیگه ای نداره. تصمیم گیری را کنار گذاشته و تعهد دادن را آغاز کنید. فرقش چیه دوستان؟ ببینید زمانی که ما تصمیم میگیریم میگیم من میخوام این کار را انجام بدم. حالا اگر انجامم ندادم خیلی انگار اتفاق مهمی نمیفته. چیزی هست که هممون بارها و بارها تکرارش کردیم و چون اتفاق خاصی هم نمیفته بعد دوباره اون تصمیم رو میگیریم یا اینکه اصلا موکولش میکنیم به یه زمان دیگه. ولی زمانی که بحث تعهد میشه یعنی که من اومدم تمام موارد درونی و بیرونی رو در نظر گرفتم و میام به خودم تعهد میدم که این کار رو انجام بدم. اگر که من به خودم تعهد بدم یعنی اینکه تا زمانی که من اون کار رو انجام ندادم نباید به خودم اجازه بدم که شب بخوابم. فرق تعهد و تصمیم اینه. پس ما نمیایم هی بگیم من تصمیم دارم. از این به بعد یاد میگیریم که میگیم من متعهد میشوم و خیلی خوبه که ما برای تعهداتمون
یک رفیق همراه داشته باشیم و تعهداتمون رو با همدیگه چک کنیم. حتی در پایان روز بیایم بگیم که این تعهدات امروز من این رو بهش عمل کردم. این باعث میشه که خیلی پایبندتر باشیم به اون کارهایی که قراره انجام بدیم تا اینکه بخوایم به تنهایی این کار رو انجامش بدیم. و مورد 4، ساده سازی کنید که این هم دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. و اما یک مسئله بسیار مهم و پرتکرار که آقای کلیر اومدن یک تشبیه خیلی زیبایی هم برای اون به کار بردن. من خواهش میکنم به این قسمت هم خیلی خوب توجه کنید. وقتی که ایده های زیادی دارید و زمان کافی ندارید. چی شد؟ وقتی که ایده های زیادی دارید و زمان زیادی ندارید چه کار باید انجام بدیم؟ آقای جیمز کلیر میگن ما برای رشد بهتر گل رز باید هر سال بیایم شاخه های اون رو هرس کنیم. اگه شاخه های اون رو هرس نکنیم قطعاً در سال بعد ما نه تنها تعداد بیشتری گل رز نداریم، حتی گل‌های رزی هم که سال قبل داشتیم خیلی از نظر کیفیت بهتر و عالی‌تر بودن. ولی زمانی که میایم شاخ و برگ‌های اون رو هر سال هرس می‌کنیم این باعث میشه که سال بعد گل‌های بیشتر، گل‌های زیباتر و در واقع با کیفیت تری داشته باشیم. دقیقاً این کار رو ما باید بریم در زندگی هامون هم انجام بدیم. زندگی هرس نشده میشه یک کلاف خیلی پیچیده، پر از کارها و پروژه های نیمه تمام. هرس کنیم، کارها و پروژه ها رو هرس کنیم، اونهایی که مهم نیستند رو هرس کنیم به همین راحتی و هممون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، به شرطی که باور کنیم که اینها نیازی ما در طول زندگی به اینها نیازی نداریم. فقط کافیه فکر کنیم آیا این 1 سالی که من به این موضوع نپرداختم این خیلی به زندگی من ضربه زد؟ میبینیم نه، کاری هست که من 3 ساله دارم به اون فکر میکنم و نبودش هم در زندگی من اصلا مهم نبود. هرس کنیم. اگر اینها رو هرس کنیم قطعا میتونیم کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. اگر بعضی از شاخه ها رو از زندگیتان هرس نکنید شاخه های مهم زندگی شما هرگز رشد نخواهند کرد. این هم مثال بسیار زیبایی که آقای جیمز کلیر داشتن که پیشنهاد میکنم ویدیو رو برگردونید و یک بار دیگه این بحث هرس کردن رو گوش بدید و انشاءالله کاغذ و قلم رو بردارید بنویسید که شما تصمیم دارید کدوم قسمت‌های زندگیتون رو هرس کنید که انشاءالله سال بعد سال پربارتری داشته باشید، ماه بعد ماه پربارتری داشته باشید، حتی ساعت بعد ساعت پربارتری داشته باشید. و بریم سراغ قسمت بعدی که بحث اشتباه کردن هست. آیا شما انسان زنده‌ای رو میشناسید که اشتباه نکرده باشه؟ افرادی که مردن و دفن شدن آره اونها قطعا دیگه اشتباهی نمی کنن. افرادی هم که هیچ اقدامی نمی کنن، هیچ کاری نمی کنن، به هیچ عنوان اهل ریسک نیستن، یک زندگی رو روی یک روالی شروع کردن و با همون روال دارن پیش میرن، اینا هم احتمال خطا و اشتباه درشون خیلی کمه. ولی منظور ما آدم‌های پویا و موفق هست. آیا شما انسان پویا و موفقی رو میشناسید که تا به حال اشتباه نکرده باشه؟ قطعا جوابتون نه هست. درسته؟ 5 تا درس رو آقای جیمز کلیر در ارتباط با اشتباه کردن به ما میدن. درس اول، انتخاب هایی که بعدها مشخص میشه ظاهرا ضعیف بودن در واقع اینها نشانه رشدن. این خیلی قشنگه بچه‌ها. شما 5 سال پیش کاری رو انجام دادید، بعد الان دارید میگید که چه اشتباهی کردم 5 سال پیش این کار رو انجام دادم، چه اشتباهی کردم 5 سال پیش این کتاب رو خوندم، اینقدر کتابای خوب بود من سراغ چه کتابی رفتم. دقیقاً این که شما الان متوجه میشید که اون رفتار 5 سال پیش شما اشتباه بوده یا این کتابی که خوندید اشتباه بوده، نشونه اینه که شما در طول این 5 سال رشد کردید، که اون کار مهم 5 سال قبل الان برای شما شده یک کار غیر مهم. کتاب عالی 5 سال قبل الان برای شما شده یک کتاب خیلی معمولی و این نشانه رشد شماست.
مورد دوم، با توجه به اینکه اولین انتخابتان احتمالاً غلط است، بهترین کاری که می توانید بکنید این است که دوباره شروع کنید و متوقف نشید. مورد سوم، موضوعاتی رو که خیلی بزرگ هستند و نظارت بر اونها سخته، بیایم به وظایف کوچیکتری قسمتشون کنیم، همون بحث اقدامک. گزینه چهارم، زمانی می توانید به حس غریزیتان اعتماد کنید که دانش و تجربه لازم را برای دفاع از آن داشته باشید. این که من بچه شهودی باشم خیلی عالیه و اصلا خیلی از مواقع شهود به کمک ما میان. شهوده که به ما میگه این کار انجام بده یا انجام نده، ولی همیشه قرار نیست ما به این شهودمون اعتماد داشته باشیم. برای اینکه بتونیم به شهودمون اعتماد داشته باشیم، اولین گامی که باید برداریم این هست که ذهنمون رو آروم کنیم. یه ذهن شلوغ اونچه که به سراغش میاد اصلا نمیتونیم اسم این رو شهود بذاریم. زمانی میتونیم به شهودمون اعتماد کنیم که کاملا برنامه و هدفمون در زندگی مشخص باشه. اینکه یک آدم بلا تکلیفی باشم، یا چیزی که توی مثال قبلی آقای کلیر بهش اشاره کردن، یک زندگی که مثل یک کلاف سردرگم هست، اینجا نمیتونم بیام بگم که نه من انگار به دلم افتاده که اگر این کارو بکنم بهتره. نه عزیزم، این اصلا چیزی نیست که تو بتونی بهش اعتماد کنی. پس اول لطفاً ذهنت رو آروم کن و بعد به اون حس غریزی خودت اعتماد کن. و مورد پنجم که آخرین مورد هست، این حقیقت که شکست اتفاق خواهد افتاد و بهانه است برای اینکه منتظر شکست باشید. دلیلی نداره. من کاری رو میخوام شروع کنم، میدونم که شکست میخورم، میدونم که این کار فایده‌ای نداره. آره، وقتی که میدونی که فایده‌ای نداره قطعا فایده‌ای هم نداره و بعد هم خیلی خوشحال میشی که میخوای به بقیه ثابت کنی من که گفتم فایده‌ای نداره. که چی؟ بازنده کیه الان؟ بازنده تویی، بازنده منم که این طرز فکر رو داشتم. پس با یک برنامه ریزی صحیح پیش میریم و اصلا به این موضوع قرار نیست فکر کنیم که حتما من در این کار شکست میخورم، که این اتفاق برامون نیفته. به ندرت اتفاق میفته که اولین انتخاب ما یک انتخاب خیلی مطلوب باشه، ولی با این حال الان وقت اون هست که ما انتخابمون رو داشته باشیم. پس از قضاوت کردن خودمون دست برمی‌داریم و رشد کردن رو شروع می‌کنیم. و آخرین قسمت، قانون وارن بافت. آقای وارن بافت رو معرفی کردیم خدمتتون که در زمینه اقتصاد یکی از بهترین های قرن 20 هستن. یک قانونی دارن، میگن شما در نظر بگیرید که یک کارتی در اختیار شماست که این کارت 20 بار میتونید این کارت رو استفاده کنید و هر باری که از این کارت استفاده میکنید این پانچ میشه و یه سوراخ میشه. درست شد؟ و شما 20 بار در طول زندگیتون فرصت دارید که استفاده کنید و این در واقع 20 تا سوراخ باید بشه این کارت. شما چجوری برای این کارتتون برنامه ریزی میکنید؟ شما این 20 بار استفاده رو روی چه کارهایی تمرکز میکنید و برای چه کارهایی وقت میذارید؟ یادتونم باشه و یادمون باشه که اگر هم استفاده نکنیم زمان رو داریم از دست میدیم. پس باید کاملا آگاهانه حواسمون باشه که برای چه کاری و برای چه فرصتی، برای چه هدفی من از پانچ کردن این کارت استفاده میکنم و این 20 بار رو به بهترین شکل استفاده میکنم که به بهترین بهره‌وری رو از این کارت داشته باشم. دوستان نازنین، اونچه که گفتیم در واقع یک خلاصه‌ای بود از کتاب قدرت شروع ناقص. عزیزانی که علاقه‌مند به این بحث هستن میتونن انشاءالله کتاب رو تهیه کنن و قسمت‌های باقی مونده رو در کتاب مطالعه کنن که من پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید. کتابی هست که میتونه چه در زندگی شخصیتون، چه در مسائل کاریتون و به هر حال در هر قسمتی که مشکل دارید به شما کمک کنه که انشاءالله یک زندگی هدفمند داشته باشید. یادمون باشه
فرصت زندگی یک بار به ما داده میشه. در هر سنی که هستیم برای صبح‌های باقی موندمون بهترین برنامه‌ریزی رو داشته باشیم. شاد و موفق.